ما اینجا از گرسنگی میمیریم آقای مورگان. چیزیمون نمیشه. چند تا قوطی غذا و یه خرگوش داریم برای چند نفر؟ 10-12 نفر. وقتی توی نیروی دریایی بودم اونا همه برام خیلی مهم نیست خاطرات جوانی تو بشنوم آقای پیرسون. ما 50 روز توی دریا گیر افتاده بودیم و متاسفانه زنده موندی. وقتی از بلک واتر فرار کردیم هیچی برای خوردن نداشتیم. خب معلومه وقتی مامورای دولت دنبالت باشن دستت واسه خرید کردن کوتاه میشه. خلاصه زنده موندیم. ما همیشه زنده میمونیم. اگه لازم بود تو را میخوریم. تو از همه چاقتری. من لنی و بیلو فرستادم شکار ولی دست خالی برگشتن. لنی بیشتر به درد کتاب خوندن میخوره تا شکار کردن. بیلم یه کودنه. مگه اینکه این کوها پر از موجود زنده باشن. تعجبی نداره که بس دیگه. باید یه چیزی پیدا کنیم. بیا بریم آرتور. صبر کن یه لحظه. بگیر. یه چیزی بخورین تا جون بگیریم. دل و جگر شور. ترجیح میدم از گرسنگی بمیرم. تو نمیتونی بیای شکار دستتو ببین؟ نمیتونم بشینم اینجا دوای شما رو ببینم. اگه موجودی اون بیرون باشه من پیداش میکنم تو هم بکشش. تو باید استراحت کنی چارلز. تو به این میگی استراحت؟ بیا بریم. بیا اینو بگیر. من نمیتونم ازش استفاده کنم. نکنه شوخیت گرفته. اگه از تفنگ استفاده کنی همه ایوونا رو فراری میدی. هیچ وقت واسه یاد گرفتن چیزای جدید دیر نیست. بیا از این طرف. رد پای یه آهو تازگی اینجا بوده. چطوری اینو میفهمی؟ چطور نمیفهمی؟ بیا از اینجا بریم. اون تیر کمون لازمت میشه. نذاریش رو اسبت. اسلحه همه حیوونا رو میترسونه. رد پا رو میبینی؟ آره فکر کنم. شایدم نه. تمرکز کن. اون تیر کافی نیست. باید بری کارشو تمام کنی. حیوان بیچاره داره درد میکشه. باید زودتر با چاقو کارشو تمام کنی. تمام شد. خیلی خوب همین کافیه. فکر نکنم دیگه بتونیم چیز دیگه ببریم. علیه منم میرم سراغ اون یکی. بیا بریم دیگه. فکر نکنم چیز دیگه اونجا باشه. عالی بود آرتور. احتمالاً تا چند روزی گوش داشته باشیم. تو پیداشون کردی. میدونستم میتونی با اون تیر کمون شکار کنی. از شلیک کردن سخت‌تر نیست. شلیک کردن همیشه بهترین گزینه نیست. با توجه به چند روز قبلمون شانس به همون رو کرده. به نظرم باید زودتر از این کوهستان بزنیم به چاک. دقیقاً. مردم هنوز ضعیفن. به علاوه خودت دیدی هنوز برف توی گاریاست. تا وقتی هوا گرم نشه برف آب نمیشه. حق با توه. حتی اگه از اینجا هم بریم بعدش چی؟ بازم جایزهای زیادی واسه سرمون تعیین کرده. اینجا کشور بزرگیه. بالاخره یه جا رو پیدا میکنیم. داچ و حوزه حتما یه برنامه‌ای دارن. دقت کردی از وقتی اومدیم بلک واتر پیرسون یه ذره هم به دردمون نخورده؟ به همه گفتیم تو 5 دقیقه همه چیزشون رو جمع کنن تا بریم. اون وقت پیرسون یه لقمه غذا هم با خودش نیاورده.
باز خوبه ما غذای زیادی آوردیم. تو همین چند روز که اینجاییم 2 تا نونخور اضافه کردیم. یه دونه به اون اودریسکل کوفتم نمیدیم. البته اون دل و جگر شور که پیرسون میخواست بده به ما رو میتونیم بدیم به اون. اون دختره نگاه وحشی داره. طبیعیه. خونه‌شو، شوهرشو، همه چیزشو از دست داده. میخوایم باش چی کار کنیم؟ وقتی از اینجا رفتیم و یکم سر و سامون گرفتیم یه فکری به حالش میکنیم. باید یه خانواده‌ای چیزی داشته باشه. کسی چه میدونه؟ شایدم تو رابطه با اودریسکولا به درد بخوره. نمیدونم آخر عاقبت این دشمنی چی میشه. اون ضعیفه ولی اینطوری به نفع ماست. شاید بتونیم قبل از اینکه بهمون برسن پیداشون کنیم. مشکل اودریسکولا چیه؟ مگه ندیدیشون؟ فعلا که بیشتر 6 ماه اونا رو ندیدیم. فکر کنم به خاطر اینه که اونا این طرفا بودن. خیلی چیزا راجبشون شنیدم. چند ساله که سر امتیازها با اونا دعوا داریم. مراقب باش. یه خرس تو مسیرمونه. بیا بریم ببینیم مسیر دیگه پیدا میکنیم یا نه. کلی گوشت تو تنش هستا. گوشت به اندازه داریم. لازم نیست جونمونو به خطر بندازیم. بهش میخوره گرسنه باشه. نباید جلو بریم. طوفانای بهاری مثل این واسه حیوانایی که خواب زمستونی میرن بده. تو چند وقت پیش مایی؟ یه 5-6 ماهی میشه، همین حدودا. شرط میبندم فکرشم نمیکردی اینطوری بشه. چطور؟ همینطوری دیگه. فرار از بلکواتر اومدن به اینجا. زندگی بالا پایینای خودشو داره، همینه دیگه. فکر میکردم از پیشمون میری. نکنه تو دلت میخواد برم؟ نه اصلا. من فقط میدونم که میتونی تنهاییم از پس خودت بر بیاری. من به اندازه کافی تنهایی زندگی کردم، دیگه بستمه. همش باید نگران این باشی یه نفر تو خواب میکشت یا نه. هنوزم بعضی شبا بهش فکر میکنم. خیالت راحت، من که مشکلی ندارم. آره میتونم برم با یه گروه دیگه زندگی کنم، ولی داچ میدونی اون با همه فرق داره. زدی تو خال. داچ با همه فرق میکنه. اون با احترام با هم رفتار میکنه. اکثرتون همینطورید. کسی که پدر سیاه پوست و مادر هندی داره معمولا انتظار برخورد خوبی از بقیه نداره. خب ما به تو نیاز داریم بیشتر از همیشه. خوبه. تو چند وقت باشونی؟ تو چرا از پیششون نمیری؟ من؟ یه 20 سالی میشه از وقتی که جوان بودم. چی میگی 20 سال؟ آره. اون به هم خوندن یاد داد. جانم همینطور. اون و حوزه‌ام یه چیزایی به هم یاد دادن. من جایی نمیرم. داچ جونمو نجات داده. جون اکثرمونو نجات داده. به خاطر همینم باید تو این شرایط کنارش باشیم. اون همیشه پشت ماست. اسب جدیدت چطوره؟ بدک نیست. کارمو راه میندازه. دمت کم که گذاشتی اون شب تایما رو با خودم ببرم. اون اسب قویه. این روزا همونقدر که برای ما سخته برای اسبا هم سخته. نمیدونم اگه بلای سر کانت بیاد داچ میخواد چی کار کنه. بیل و براون جک هم همینطور. اون یه عوضی از خود بی خود و بدبخته ولی عاشق اون اسبه. امیدوارم همشون زنده بمونن. یه بار خواستم سوار کانت بشم. سوار نشده پرتم کرد پایین. هیچ کس رو جز اون سوار نمیکنه. بجام باید اینا رو بدیم به پیترسون. در ضمن ممنون که یادم دادی چطور از تیر و کمان استفاده کنم. من فقط یه ذره یادت دادم. یه عمر طول میکشه تا استاد بشی. خب بذارش همینجا. عجب سورپرایزی. بالاخره موشای اردوگاه هم پاشون به آشپزخونه باز شد. اینطوری با دوست قدیمیت رفتار میکنی؟ چند روزه با هم حرف نزدیم. من از 100 متری تو هم رد نمیشه. اون خیلی منو دوست داره، فقط بلد نیست درست ابراز علاقه کنه. برو بابا بسته دیگه. بزن به چک. بعدن میبینمتون.
شکار خوبی کردید. چارلز کارشو بلده. یه نوشیدنی بخورید، نوش جونتون. خدایا جونز، این دیگه چی بود؟ این نوشیدنی تنها چیزیه که داریم و حالتون رو حسابی جا میاره. آره، مثل این که به تو خوب ساخته. تو برو استراحت کن چارلز. یکی دو روز خوب میشم. کمکم میکنی پوستشو بکنم؟ خب رفیق، نظرت چیه اول پوست تو رو بکنی؟ شوخی با مزه نبود. بیا بریم. این کار مناسب آدمی که دستش سوخته نیست. بعداً میبینمتون. تا پوست اونی که روی زمینه رو بکن. کارت بد نبود آقای مورگان. آره، همه میگن تو قبلا قصاب بودی. میتونی اینو به قیمت خیلی خوبی توی شهر بفروشی. البته اگه دنبال پول در آوردن باشی. الان فقط دنبال اینم که از این کوهستان جون سالم به در ببرم. هر بار چیزی شکار کردی بیارش پیش خودم. حتما. ممنون آقای مورگان. آرتور مورگان بالاخره رفت شکار، اونم بعد از این همه سال. فعلا در حال فراریم. باید هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. فقط غذای خوب باش درست کن. همه گرسنه‌ان. روزای سختی داشتیم. چند روز بعد چند روز سخت و پشت سر گذاشتیم. ولی داچ دیگه همش در حال برنامه ریزی و نقشه کشیدنه. تمام نقشه هاشم پر از دزدی و غارتن. فکر میکردم داری گوش میکنی، ولی میبینم که همچنان نشستی بالای سرشو داری درمانش میکنی. لطفاً احترام خودتون رو حفظ کنید آقای مورگان. سخت نگیر رورند. حالا حالت چطوره؟ من بهت مدیونم. آره، بعداً جبران کن، ولی فعلا باید استراحت کنی. آرتور، فکر کنم قطار داره میاد. میخوای منم بیام؟ معلومه که میخوام، ولی خودتو ببین. من همیشه زشت بودم فقط چند تا بخواد پسر. سلام ابیگل. سلام. سلام جکی. جکی میخواست تو رو ببینه جان. اومده منو ببینه یا پس مونده منو؟ خودت چی؟ انتظار دیدن جسدتو داشتم. یه چند وقت دیگه کلی جسد میبینی. تو لیاقت زندگی رو نداری جان مارستون. اون دیوونه است ابیگل، همه اینو میدونن. حالا به سوی ریل قطار بیل. تو جلوتر برو و یه سر به برج آبی بزن، دقیقا قبل از تونله. باز چی شده؟ کجا دارین میرین؟ هوا خوب شده، میتونیم بریم. فکر کردم بخوایم از اینجا بریم. هی برو حیوان. چی میخوای حوزه؟ فقط نمیخوام افراد بیشتری بمیرن. داریم زندگی میکنیم حوزه، منو ببین. زندگیمو میکنم، تو هم همینطور. ولی به پول نیاز داریم. تموم زندگیمون تو بلک واتره. نمیخوای بگردی اونجا؟ ببین داچ، من نمیخوام رو حرفت حرف بزنم، ولی ترجیح میدم طبق برنامه پیش برم. قرار بود اینجا بمونیم، بعد بریم سمت غرب. الان یهو میگی بریم قطار بدزدیم. مگه چاره دیگه هم داریم؟ لویتیکس کورنوال شوخی بردار نیست داچ. لویتیکس کورنوال کیه؟ اون یه سرمایه گذار راه آهن و دلال شکر و نفته. پس خوش به حالش، اون قدری داره که ککشم نگزه. داچ آقایون، وقتشه که آستینه رو بالا بذاریم و بریم سر کار. اسباتون رو آماده کنید، میخوایم قطار بدوستیم. همه آمادن؟ خوبه، حرکت کنید. بیل اونجاست؟ آره، میخوای بری پایینا یه سری بهش بزنی؟ حتما. اوضاع چطوره؟ سلام، خوبم. مطمئنی رفیق؟ آره. میخوای کمکت کنم؟ خیلی خوب، برو جلوتر و کنار اون سنگا مواد منفجره بذار. باشه حتما.
فقط سیمو باز کن و بچسبونش به مواد منفجره. خیلی خوب شد. دستت درد نکنه. تو برو پیش بقیه. من از اینجا حواسم هست. خیلی خوب پسر. بحث زمانه. نظر من اینه که اول تمرکزمون رو بذاریم روی این کار. فقط سریع انجامش بدین و نقشه رو فراموش نکنید. با همتونم نمیخوام مشکل پیش بیاد. چی شد؟ گفت همه چی خوبه. به زودی میفهمیم. مشکلی نیست؟ فکر نکنم. صورتتون رو بپوشونید. قطار الان هست که برسه. آقایون وقتشه. موفق باشید. همتون میدونین باید چی کار کنید. برو بریم. لعنتی نه چه مرگشه. شوخیت گرفته. تو گفتی همه چی خوبه. حالا شد تقصیر من. یک بریم. جهان زدی به همه چی پسر. برو بریم. کمک. بیارم بالا. من این پایینم. گرفتم. اینقدر داد و فریاد نکن. آرتور کمکم کن. چیزی نیست. حالا بیا بریم سرعت این وسیله رو کم کنیم. پس اون یکی کجاست؟ اون افتاد. میره پیش بقیه. بچه بیا دیگه. بجام دیگه باید جلوی حرکت قطار رو بگیریم. یه نگهبان دیگه این پایینه. بکشمش یا نه؟ آرتور جواب بده دیگه. هیچی. برو. خیلی خوب. من میرم جلو. باید قطار رو نگه داریم. حالت چطوره؟ من خوبم. همه چی خوبه. باید عجله کنیم. باید جلوی حرکت قطار رو بگیریم. داریم همین کارو میکنیم دیگه بچه جون. باید از اینجا بریم بالا. کمکم کن. مراقب باش. آدمای بیشتری دارن از قطار میان بیرون. باشه حداقل آخرش یه پولی بهمون برسه. این آشغالا دارن نگهبانی یه چیزی رو میدن. باشه حداقل آخرش یه پولی بهمون برسه. این آشغالا دارن نگهبانی یه چیزی رو میدن. تو واگن آخر کلی نگهبانه. آره همشونو بکش. حالت خوبه؟ آره بگمونه. خوبه.
لعنتی اون یه ارتش داره. این یارو کیه؟ حالت خوبه پسر؟ شما دوتا حالتون خوبه؟ آره، بیایید پولو برداریم و فرار کنیم. تو واگن آخر کلی نگهبان بود. لعنتی شما پسر اون تو چی کار میکنین؟ گوش کنین، من نمیخوام هیچ کدومتون رو بکشم. البته بستگی به رفتارتون داره. بهتون قول میدم اعتماد کنین، نمیکشیم. من برای کوربال کار میکنم. بی خیال پسرا، ما دستور داریم. خیلی خوب، انتخاب با خودتونه. ما رو باز نمی کنیم. 4 3 2 1. مثل این که رفیقمون کرد شدن. بیدارشون کنین. ما نمیایم بیرون، شما نمیتونیم بیاید داخل. کافیه. آقای ویلیامسون چند تا دینامیت بده به آقای مورگان و آقای اسمی. شما دوتا برید اون در رو بهتره کنین. ما خیلی برامون مهم نیست، ولی گفتم شاید شما پسرا بخواد یه قدم برید عقب. فیوز رو روشن کنین. به روی چشم. خب مثل این که شما پسرا آرزوی مرگ کردین. خوبه، از اونجا بیاید بیرون. ما نمیخوایم شما رو بکشیم، فقط میخوایم رئیستون رو دستگیر کنیم. شما برید اون تو رو بکردین. اینجا رو ببین، شبیه قصره. آره واقعا. انگار یه نفر یه قایق از اروپا سفارش داده. من که دیگه قایق نمیدزدم. فکر کنم پیداشون کردم. باشه، خدا رو شکر. عجب چیزیه. تموم نکردید؟ ببینم چی پیدا کردید. این تضمین نامه ها به نظرت ارزشی هم دارن؟ چرا که نه؟ خیلی با ارزشن، میتونیم خیلی راحت بفروشیمشون. آفرین. میخوای از شر این قطار خلاص شی؟ قطار آره، از اینجا ببره. اینا چی؟ نظر تو چیه؟ نمیدونم. با خودته. بکشیشون، ولشون کنی یا با قطار ببریشون. فقط مطمئن شو هیچ کس رو نفرستن دنبالمون. باشه. تو آرتوگا میبینم رفیق. وقتی برگشتی حرکت میکنیم. بقیه‌تون بیاید دنبالم. خیلی خوب، همتون سریع سوار قطار شید. دست با خطا کنید هر ستون رو میکشم. زود باشید. زود باش دیگه، برو بالا. به هیچ کسی چی نمیگم، قول میدم. گفتم برو بالا. اگه صدای قدماتون رو تو این واگن بشنوم دیگه خبری از رحم و مروت نیست. فهمیدین؟ I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just
feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.